پیشگفتار از امروز 13 ماه دسامبر سال 2012 میلادی، این جانب حسن جداری متولد سال 1313 شمسی در تبریز محله سرخاب شروع میکنم به گذاشتن اشعارم به یوتیوب برای مطالعه و استفاده علاقمندان به شعر و ادبیات، به ویژه ادبیات سیاسی. تا جایی که در حافظه‌ام باقی مانده از 10 یا 11 سالگی شروع کردم به سرودن اشعار به زبانهای ترکی و فارسی. در سالهای قبل از ملی شدن نفت اشعارم در نشریات چاپ تبریز انتشار می‌یافت، مثل مهد آزاد و منادی. در دوران ملی شدن نفت اشعار سیاسی خود را در حمایت و پشتیبانی از مبارزات توده‌ها در امر پیکار علیه استعمار انگلیس در مجامع عمومی می‌خواندم که مورد استقبال قرار می‌گرفت و پس از کودتای 28 مرداد 1332 و به قدرت رسیدن حکومت دستشانده شاه به علت فعالیت‌هایم در دوران حکومت ملی مجبور به ترک تبریز و تبعید شدم و رفتم به تبعید شدم. در حمله‌ای که در همان زبان‌ها به خانه‌مان شد دفتر اشعارم به غارت رفت. این یک اتفاق بسیار ناراحت کننده برایم بود، چون همه اشعار سیاسیم را در اون دفتر گردآوری کرده بودم. از اشعار دوران ملی شدن نفت و سالهای قبل از اون تنها ابیاتی در حافظه‌ام باقی مونده که در یوتیوب اونها را خواهم گذاشت. اغلب اشعار من جنبه سیاسی دارد، در مبارزه آشتی ناپذیر علیه دو رژیم ضد مردمی حاکم در ایران و در دفاع از مبارزات کارگران و توده‌های محروم و زحمتکش. در دوران اقامت در ایران در بین سالهای 1333 تا 1340 شمسی غزلیات ساختم که اکثر آنها از حوادث زمان جان سالم به در برده. این غزلیات در همان سالها در مجلات منتشره در تهران چاپ شده است. در دوران حکومت ملی مصدق اشعار سیاسی خود را در مجامع عمومی و میتینگ‌ها برای هزاران تن از توده مردم می‌خواندم. این اشعار با استقبال عمومی مواجه می‌شد. در گذاشتن اشعارم در یوتیوب نظم و ترتیبی رعایت نشده است. هر شعری به نظرم اومده در یوتیوب گذاشته شده است. امیدوارم اشعاری را که در طول 60 و اندی سال ساخته‌ام مورد پسند خوانندگان و مورد پسند شنوندگان قرار گیرد. ببخشید. در چنین صورتی از اشاعه و رواج آن البته دریغ نخواهند داشت. به امید پیروزی.